خب دوستان سلام، ببخشید یه مشکلی تو صدامون پیش اومد. دوباره از اول شروع میکنیم که دوستانم به ما بپیوندن. اه، نگار جان، بریم از اول که چطوری میشه توی آمریکا کار پیدا کرد. بله. خب بستگی به این داره که همونطور که داشتم میگفتم تحصیلات اگه داشته باشن، مدرک تحصیلی داشته باشن، یا اصلا بدون مدرک بخوان دنبال کار بگردن، مثلا کارهای فنی. اگر خب به عنوان یه مهاجر، تجربه شخصی من این بوده که مدرک تحصیلی داشتن یه مقدار کمک میکنه تو داشتن یه رزومه خوب که حالا توجه اون کارفرما رو به خودش جلب کنه. ولی خب خیلی از رشته ها هست، مثل رشته های پزشکی. از ایران اگه کسی مدرک پزشکی داره، دندون پزشکی یا داروسازی، معمولا تو کشورهای دیگه مثلا آمریکا قبولش ندارن. خب این فرق میکنه. ولی اگه کسی دنبال کارهای فنی باشه، به نظرم خیلی خوب و مفیده که یه دوره ای رو بگذرونه. یه دوره تو دانشگاه های کالج هایی هست به اسم ترید سکول، که به قول معروف کارهایی که فنی هست، مثل حالا برقکاری، لوله کشی یا کانستراکشن، به قول معروف بنایی رو بهشون یاد میدن. حالا این دوره ها میتونه دوره های 3 ماهه باشه، 6 ماهه باشه، 1 ساله، 2 ساله. خب این خیلی کمک میکنه که کسایی که کارهای فنی دارن بدون هیچ مدرک تحصیلی یه مقدار رزومهشون تو چشم بیاد. در واقع میخوام اینجوری تقسیم بندی کنم. ما سه طیف داریم برای پیدا کردن شغل: کسایی که متخصصن و با تخصص دارن میان آمریکا، کسانی که مهارت‌های فنی دارن میان و کسانی که هیچ مهارتی ندارن. توضیحات تو بیشتر شامل اون جمعیه که هیچ مهارتی ندارن، یعنی برن یه دوره‌ای رو بگذرونن، یه لایسنس هایی رو بگیرن و شروع به کار کنن. درسته؟ حالا طبق تجربه خودم شخصا، وقتی که کسی وارد یک کشور جدید میشه به عنوان مهاجر، قشنگ به قول معروف 0 کیلومتر دیده میشه. یعنی متاسفانه مدارک ما از ایران یا حالا سوابق کاریمون از ایران زیاد معتبر نیست برای کشور دیگه، حالا به عنوان مثال آمریکا. البته خب نخبه ها و کسانی که شرایط خاصی دارن، خب اونا متفاوتن. حالا کسی از دانشگاه های معتبر جهانی مثلا دانشگاه صنعتی شریف اگه مدرک داشته باشه، خب اون قضیهش فرق میکنه. ما اینجا راجع به کسایی داریم صحبت میکنیم که زیاد مدرک تخصصی ندارن، سابقه کاری ندارن. حالا اگر سابقه کاری هم داشتن تو ایران، بازم اینجا به عنوان 0 کیلومتر باید نگاه کنم دیگه. یعنی به نظر من مهاجرت یک تولد دوباره است. دوباره باید خودتون رو اینجا بشناسین، دوباره بال و پر بدین به خودتون، دوباره چی میگن، خودتون رو، تواناییاتون رو یه مقداری دوباره محک بزنین، برین دنبال این که چجوری خودتون رو توی اجتماع جدید به عنوان یک نیوکامر، کسی که تازه وارد شده، حالا میخواد هرچی هم مدرک داشته باشه و هرچی هم سابقه کاری داشته باشه، دوباره خودش رو جا بندازه. در واقع همین که تو میگی درسته. خیلی از دوستای من پزشک اومده اینجا و واقعا نتونسته هیچ کاری بگیره، مجبوره بره دوباره یه سری درس بخونه، واحدهایی رو پاس کنه تا امکان کار کردن داشته باشه. برای فنی ها فکر کنم هم میشه یه دوره‌هایی رو آنلاین گذروند، هم به صورت حضوری. در این مورد میتونی اطلاعاتی به ما بدی؟ خب همون کالج ها و ترید اسکول ها که گفتم لایسنس میدن دیگه، مدرک میدن، یا به قول معروف سرتیفیکیت میدن، به قول خودمون، به قول نقیه تو پایتخت سرتیفیکیت. اونو میتونن به صورت حالا حضوری هم تشریف بیارن اینجا بگیرن. ولی خب به هر حال باید ویزای دانشجویی بگیرن قبلش، و هزینه های زندگی و دیگه هزینه های تحصیلیشون رو پرداخت بکنن. حالا مگه اینکه بورسیه بگیرن که حالا اونم سخته. ولی اگه بخوان آنلاین دنبال این کار باشن، خب خیلی سایت ها هست. یه سایت هایی هست به اسم کورسرا، میتونن کورس های آنلاین بردارن. حالا مثلا اگه یه دانشگاه معتبر جهانی باشه، یه دانشگاهی توی آمریکا باشه که بهشون یه مدرک مثلا لوله کشی بده، حالا طرف میاد 3 ماه هم این مدرک رو، این دوره رو میگذرونه به صورت آنلاین و هزینه مدرک رو پرداخت میکنه. بستگی به دانشگاه داره، بعضی دانشگاه $50، $100 تا مثلا حالا شاید بیشتر 300 $400 بگیرن و به شما یه مدرک میدن و مدرکش هم معتبر هست. فکر نکنین که آنلاین دارین دوره میگذرونین، این
مثلا به درد نخوره. واقعا از دانشگاه‌های معتبر جهانی شما میتونید آنلاین تحصیل بکنید، فقط باید بتونید که هزینهش رو پرداخت کنید، حالا از طریق ویزا کارت یا هر چیزی که اونا به شما اون مدرک رو حتی پست میکنن، به صورت کاغذی هم میتونن اگه خواستین براتون پست بکنن. خیلی عالی. پس دوستانی که ایران هستن حتی قبل از رسیدن به آمریکا میتونن یه تحقیق بکنن، یه سری لایسنس هایی رو بگیرن. خیلی کمک میکنه اینجا. همونجور که نگار جانم گفت، مدارک ایران اینجا خیلی جاها با مشکل روبروه، خیلی جاها قبول نمی کنند و بیشتر مدارک آمریکا رو دوست دارن که جایی که میخواید بری کار کنید دوست دارن یه مدرک از آمریکا شما داشته باشید. علاوه بر اون آنلاین یه سری مراکزی مثل مرکز فنی حرفه‌ای هم اینجا هست، درسته؟ مرکز فنی حرفه‌ای هست، همون بهش میگن همون ترید سکول دیگه، ووکیشنال سرتیفیکیت بهش میگن در واقع. دوره از حالا دوره های کارآموزی میتونن بردارن. اینکه کارآموزی ها معمولا حالا عملیه بیشتر، هم میتونی کلاس برداری، همین که عملی میری سر کار و این هر دو میشه برات، هم مدرک میشه و هم تجربه در آن واحد. یه سوال بخونم. من مکانیک ماشین های آلمانی و آمریکایی هم. به نظرتون تخصص تو آمریکا خوب هستش یا نه؟ یعنی این تخصص. من میدونم که کارهای فنی، کارهایی که با دست انجام میشه بهش میگن در واقع اسمش رو کارهای مثلا فنی، حالا دقیقا تکنیکال جابز، اینا رو خیلی طرفدار داره، خیلی حقوق خوبی هم داره. اگه ساعتی هم حتی بخوان کار بکنن، حالا شاید ساعتی مثلا $50 $40 بتونن درآمد داشته باشن. و اینکه تنها مشکلشون، این سوالی که پرسیدن، اینه که اون مدرک یا اون سابقه کارتون قابل اثبات باشه توی آمریکا. وگرنه هر کسی میتونه بگه من سابقه کار دارم، 15 سال سابقه کار فنی دارم، ولی خب آیا مورد قبول آمریکا هست؟ آیا کسی اینجا هست که معادل سازی کنه مدرکشون رو؟ و به همین شکل دیگه. یه ویدیو هم من اتفاقا برای یکی از دوستانی که از ایران اومده بود و مکانیک بود، اینجا کار مکانیکی رو شروع کرد، مکانیکش رو راه انداخت و نگار جان الان ماشین های آنچنانی، خونه آنچنانی، هواپیمای شخصی با همین مکانیکی، با همین کار فنی. اون آخه ویدیو هم هست. ما یه مقداری خب ایرانی، فرهنگ ایرانی بهمون میگه دکتر مهندس با چه میدونم دکتر مهندسی پولدار میشن، ولی خب مثالش هم همینه دیگه. دکتر که بشین تو ایران، تو آمریکا مدرکتون رو قبول ندارن. شما میتونی از هر طریق اینجا پولدار بشی. به قول معروف میگن حالا سرزمین رویاهاست دیگه. به هر حال حالا شغلم که کارم که آر نیست. حالا شما اگه مدرک پزشکی هم داشتی، بازم میتونی بیا اینجا یه دوره‌های دیگه بگذرونی، مدرکت رو تغییر بدی یه مقداری، بالاخره خودتو جا بندازی. یه سوال دیگه، مدرک بین المللی دارم ولی مدرکمو تو یکی از مؤسسات فنی بین المللی تو تهران گرفتم و سابقه کار هم دارم. این مدرکی که اونجا مؤسسه فنی بین المللی تهران، آشنایی دارید با این نوع مدارک؟ مدرک‌های بین‌المللی ایران میده مسلما، خب همون ولی به خاطر اینکه ما ایران و آمریکا هیچ رابطه‌ای ندارن، رابطه حالا بیزنس که نداریم، رابطه ویزا نداریم، هیچ سفارتی نداریم، اینکه اون شرکتی که ایشون رفتن ازشون مدرک گرفتن مورد قبول آمریکا هست، باز هم چون تو ایران داره برگزار میشه و مدرک از ایران داره گرفته میشه، خب باز هم آمریکا میگه خب ما که اون شرکت اونجا راه ننداختیم. حالا شاید اون مدرک اگه تشریف می‌برن مثلا از دبی یا ترکیه میگرفتن، شاید بهتر. معادل سازی بکنن، شاید بهتر باشه. اوکی. مدارک تحصیلی سوئد مثل دستیار پرستاری قابل تبدیل در آمریکا هست یا تحصیل در مقطع دبیرستان در سوئد؟ سوئد که خب مدرک معتبر جهانیه. من با مدرک فوق لیسانس سوئدم اومدم آمریکا، مدرک من رو قبول داشتن و احتیاج به معادل سازی هم نبود. اروپا و آمریکا خب رابطه خوبی دارن دیگه، اونجوری مشکلی میتونن نداره. در واقع یه استعلام بگیرن و همه چی حل شه، تایید بشه مدرکش. بعد بریم سراغ اون سایت های آنلاینی که گفتی کورس های آنلاین میشه گرفت ازشون. یکیش بود کورسا، درسته؟ کورسرا هست. کورسرا.
بله اینجا نوشتم یکی دیگه هست به اسم یودمی، کلمه letter U دمی و خان اکادمی. اینا رو حالا اگه بتونین توی مثلا من کامنت همه ها رو براشون توی بذارین. دیسکریپشن میذارم، لیست این آره سایت هایی که شما میگید که دوستان آره. بتونن راحت با یک کلیک دستیابی داشته باشن، یعنی دسترسی داشته نکته ای باشن. که نکته ای که باید بدونن راجع به این سایت ها، مثلا همون کورسرا، اینه که خب خیلی از کورس ها، دوره ها رایگان هست. حالا اون هم ممکنه کمک بکنه به رزومشون، ولی اون چیزی که اصلی بهشون کمک میکنه اونایی که پولی هست که بهشون مدرک میده. حالا هزینه‌ش هم زیاد نیست، حالا $50 $100 $200. یه ذره واریز کردن از ایران برای بعضی از دوستان سخته، چون حساب بانکی و اینجور چیزا حالا ندارن. فکر کنم سفارت ها سفارت میگم ببخشید صرافیه. اونجا صرافی ها سفارت انقدر دیگه این کارا رو نمیکنه. صرافی انجام میدم. من یه تجربه خودم بگم از همین سایت کورسرا که دارید میگید. مثلا من خودم چند تا دور اینجا پاس کردم، خیلی خوبه، میره تو رزومه و کمک میکنه و دوره هایی هم هست که تو ایران هم میتونه کاربرد داشته باشه و خیلی هم کار عملی اینا نداره. مثلا نمیدونم سوشال مدیا منیجمنت، میتونید این رو اینجا دورش رو بگذارید و دوره‌ای که برگزار میشه توسط فیسبوک، توسط گوگل، یعنی کمپانی های گنده دارن این دوره ها رو برگزار میکنن و شما خیلی مدرک معتبری میتونید بگیرید. پس لیست این سایت ها رو من از شما میگیرم و تو دیسکریپشن اضافه میکنم که دوستان داشته باشن. چون خیلی از دانشگاه های آمریکایی کورس های آنلاین روشون رو میذارن توی این سایت ها و حالا شما میتونید قشنگ کلاس شرکت بکنید و پاس کنید. لازمش هم دونستن زبان انگلیسیه دیگه. اوکی. یکی از دوستان یه متن طولانی نوشته. شما دسترسی دارید به کامنت ها؟ آره ولی فکر کنم مقدار تاخیر داره. اوکی. همون لینک قبلی لایو گذاشتین شما الان؟ بله و ندارید الان کامنت ها رو شما؟ دارم. کدومو میگی؟ آخری که انگلیسی اومده نارسیس نوشتن که I آها I once once got my got my university. sort of an result from that years and does the US accept the resume to go through the process. نه کانادا و آمریکا خیلی با هم مرتبطن. فکر میکنم مورد قبول باشه، چون من که مدرکم از اروپا بود قبول داشتن دیگه، ایشون هم فکر نمیکنم. ولی به نظرم باید یه سایتی باشه که هر کسی میتونه، من حالا اسم اون سایت رو الان نمیدونم، میتونه بره ببینه معادل سازی میشه کرد یا نه. یه سایتی هست داره ایولیوت میکنن، یعنی مدارکی تو حتی آنلاین هم میفرستی برات اینجا معادل سازی میکنن اگر قابل معادل سازی باشه. اصل مدرکت هم نمیخواد ولی معادل سازی میکنه، کاراتو انجام میدی، وقتی خب رسیدی یک چیز کردی موقع میتونی اصل مدرکت هم ارائه کنی. این از این. برگردیم سراغ کار پیدا کردن. پس یکی از طریق آنلاین هم میشه سرچ کرد، درسته، برای کار؟ خیلی آنلاین هست، همه سایت های مثل monster.com indeed.com linkedin، اینا همه سایت هایی هست که شغل توش میذارن. مرحله اولش اینه که دنبال شغلتون اینجوری بگردید دیگه، تحقیق کنید. مرحله اول پیدا کردن شغل تحقیقه. ولی حالا این که شما رزومتون رو همینطوری بفرستید ولی اگه کانکشن نداشته باشین، رفرنس خوبی نداشته باشین، ممکنه بازخورد خوبی نگیرین از این رزومه هایی که میفرستید. در مورد رزومه هم میشه یه توضیحاتی بدید؟ چون رزومه نوشتن، رزومه فرستادن خودش کار خیلی تخصصی در واقع. به قول معروف میگن که کار پیدا کردن خودش یک شغل تمام وقته، دنبال کار گشتن. و رزومه نوشتن هم فکر نکنین که هر چی مثلا طولانی تر و با کلمات قولون به سرون بهتر باشه بهتر قبول میشه. به نظر من اگر بتونین خلاصه کنین تمام سوابق و تحصیلاتتون رو توی یک صفحه، و تمپلت های مختلف هست، به قول معروف تمپلت ها رو از اینترنت میتونین از گوگل به طور رایگان بردارین، یه نگاه بکنین، اون رزومتون رو خلاصه کنین توی یه صفحه، حالا نهایت 2 صفحه. چون من بعضی رزومه ها رو دیدم، ما ایرانی ها دوست داریم زیاد بنویسیم دیگه، اون دید کارفرما رو نمیگیره، جلب نمیکنه. باید بتونین خودتون رو تو اون یک صفحه خوب نشون بدین. از چی شروع کنین؟ از سوابق کاریتون شروع کنین، بیاین بگین قشنگ هر کاری که میکردین چی بوده. و هر یه نکته جالبی هم اینه که هر شغلی که
اپلای میکنین رزومتون رو باید بر طبق همون شغل یه مقدار تغییر بدین. اون یه دونه رزومه رو به 1000 نفر نفرست. به 1000 نفر نفرستین، چون اصلا مرتبط نیست. باید اون کیورد هایی که توی جاب دسکریپشن هست، توضیحات جاب رو نگاه بکنین، اون کیورد ها رو توی رزومتون قرار بدین. اگه قرار ندین، اون اصلا از مرحله اولی که سافتور هست دیگه، یه سافتور میاد رزومه ها رو چک میکنه، از اون مرحله رد نمیشین که بخوام به دید کارفرما برسه. و یه نکته این که من تو لینکدین چون فعالم میبینم دوستان که از ایران میان گاهم با فیسبوک اینا اشتباه میگیرن، عکسای نمیدونم تفریحات و اینا میذارن. لینکدین اختصاصا برای جابه، برای نشون دادن مهارت ها و شغل ها، درسته؟ برای اکسپریانس هایی که داری. لینکدین، بله. لینکدین خب اگه کسی میخواد اون عکس دیگه بذاره، خب فیسبوک هست، اینستاگرام هست، تیک تاک هست، اینا رو خب لینکدین رو تو رو خدا ولش کنین. لینکدین باید یه عکس به قول معروف پروفشنال بذارین، حالا بک‌گراندش هم سفید باشه و اینکه لباس رسمی پوشیده باشین، حالا نه کت شلوار، ولی در واقع حالا مثلا تیشرتی که روش نوشته باشه حالا مثلا فلان نباشه دیگه. بعد تمام سوابق کارتون رو بنویسید و تحصیلاتی که داشتین، دوره هایی که گذروندین. حتی لینکدین این گزینه رو داره که شما میتونین ازش رزومه به صورت اتومات پرینت کنین. یه گزینه داره، اون گزینه شیر هست فکر کنم، اونو بزنین میزنه که پرینت رزومه، یه چیزی توی مایه ها به صورت پی دی اف براتون رزومه میده، هر چیزی که تو لینکدینتون باشه. یه چیز جدیدی هم هست، از همین هوش مصنوعی هم میتونید استفاده کنید. این رزومه ها رو بدید هوش مصنوعی براتون بهترش کنه، یعنی کافیه که ازش بخوای رزومه شما رو درست کنه. من تجربه کردم رزومه های فوق العاده ای می‌نویسه که من میخوام خودم رو استخدام کنم در این حد، یعنی کارش خوبه. اون هوش مصنوعی چت جی پی تی رو میگین دیگه، اون بله خیلی بله، کمک میکنه از هوش لحاظ مصنوعی. ویرایشی، از لحاظ مثلا لغت مثلا غلط املایی و اینا هم خیلی کمک میکنه. حتی پلتفرما تمپلیت ها که خودش هم انتخاب میکنه خیلی خوبه. آره. سوالای دیگه، با زبان سوئدی هم میشه این کورس ها رو خوند؟ ام نمیدونم، باید تو کورسرا نگاه کنیم ببینید لنگویج های مختلف داره. معمولا اگر برای آمریکا، چون ما داریم صحبت میکنیم، بخوایم دنبال کار بگردیم، باید خب زبان انگلیسی انگلیسی باشه بگیم. دیگه. یکی از دوستانم اسم سایت رو WES نوشته، همون که گفتیم مدارک رو تایید میکنه. حالا میتونید برید چک کنید ببینید درسته یا نه. یه اطلاعات خوبیه، مرسی از اینکه اطلاعات رو با ما شیر میکنید. بعد نرسینگ، حقوق دستیار پرستار چقدر است؟ میشه با حقوقش زندگی کرد؟ نمیدونم واقعا، ولی تنها راهش اینه که ترجمه کنید، دستیار پرستار، نرس اسیستنت میشه دیگه. بعد بزنین توی سایت های مثل monster.com، linkedin.com نگاه کنید توی ایالت های مختلف آمریکا، ببینید چقدر حقوق میدن. مینویسن معمولا سایت های آمریکایی حقوق رو مینویسه، حالا اگه ساعتی باشه مینویسه hourly، حالا $20 $25. اگه سالانه باشه یعنی حقوق سالری باشه، کل حقوق سالتون رو مینویسه، مثلا مینویسه $50,000 نرس اسیستنت حقوقش هست. شما برین یه جاب رو پیدا بکنین، جاب پوزیشن تو ایالت مثلا کالیفرنیا، تو ایالت حالا هر جا، نیویورک، میسیسیپی، ببینید که چقدر نوشته حقوقشون. روی تجربه من میتونم بهشون بگم که درآمد خوبی دارن، یعنی فکر میکنم دستیار نرسینگ اینجا خیلی خیلی کلا کارهایی طرفدار که داره. مربوط به نرسینگ و دستیار دندان پزشکی و اینجور چیزاست درآمدهای خوبی دارن. و جالب اینه که با یه دورهای کوتاه مدت هم میتونن این مدارک رو بگیرن و شروع به کار کنن. یه کار دیگه هست به اسم دنتال هایجینیست. دنتال هایجینیست یعنی کسی که دستیار دندون پزشکه، حالا کارهایی که جرمگیری هست، حالا کارهای معمولی رو نه، حالا اون کارهای اصلی که دنتیست انجام میده، اون کارهای معمولی رو انجام میدن، بهشون میگن دنتال هایجینیست، یعنی بهداشت دندان. اونم با یه دوره های 6 ماهه یا 1 ساله، نهایت 2 ساله، میتونن اون کار رو پیدا بکنن و به نظرم هم شغل خوبیه درآمدش. سطح زبانمون برای این دوره ها در چه سطحی باشه اوکیه؟
دوره های آنلاین. دورای اون کور. که خب هر چی بهتر باشه بهتر متوجه میشین دیگه. این که شما وقتی میخواین اقدام بکنین، ثبت نام بکنین برای یه کاری توی آمریکا یا برای دانشگاه، باید مدرک زبان نشون بدین. این دوره ها رو گذروندن، فقط باید هم دوره رو بگذارین، احتیاج به مدرک زبان نداره. و حتی میتونید گوگل ترنسلیت رو بذارید کنار دستتون، جایی که مشکل دارید یه مراجعه بهش بکنید. به هر حال دورای آنلاینه، ولی آره سعی دوره کنید رو که میشه. زبانتون خوب باشه. به هر حال میخواید اینجا کار کنید. اگه وارد آمریکا میشین، آره دیگه احتمالاً باید زبان رو نشون بدید، ثابت کنید. بعد یکی از دوستانم یه جمله سوئدی نوشته، چون من معنیشو نمیدونم نمیخونم، شما اگه خودت کجاست؟ نوشته از نگار جان بپرسید، لطفا از نگار جان بپرسید. ساکنار دو سوریه. نه. حالا معنیش میگه چیه؟ میگه دلت برای سوئد تنگ شده؟ گفتم نه. اوکی. بعد حقوق 2000 تا 4000 دلار خوبه. 3000 تا 4000 دلار خوبه، بستگی داره کجا زندگی بکنن دیگه. اگه لس آنجلس باشه احتمالاً 2000 تاش میره برای کرایه خونه، خونه 1000 تا دیگه هم حالا ماشین و خورد و خوراکه، هیچی هم نمیمونه. ولی اگه توی ایالت کوچیک‌تر برن، حالا تگزاس مثلا، ایالت کوچیکی که نیست، ارزون تر برن، یا ایالت کوچیک مثل میسیسیپی برن، 3-4000 دلار بعده زندگیشون خوب پیش میره. یه توضیح که وقتی میگیم آمریکا یعنی 50 تا کشور مستقل که با هم مستقل از نظر شرایط کاری، شرایط درآمدی، شرایط زندگی. یعنی یکی میگه میام آمریکا، اگه میاد کالیفرنیا یه داستان دیگه داره، اگه میره مثلا تگزاس یه داستان دیگه داره. اینه که درآمدها هم با اونجا میشه تنظیم. این 4000 دلار توی تگزاس شما زندگی خیلی خوبی میتونید داشته باشید احتمالا. حالا شاید بتونی حالا مثلا وام خونه هم بدی با 4000 تا زندگیت هم پیش بره. چون اصلا مثلا تو بعضی از ایالت‌ها شما برای خونت مالیات هم نمیده، ولی اگه کالیفرنیا خونه میگیری مالیات سنگین برای خرید خونه هر سال باید بدی. بله. دستیار دیگه منظور دستیار پرستاری است، نه خود پرستار. اوکی. اونم درآمدش خیلی خوبه اتفاقا دستیار پرستاری هم، چون من میگم بیشتر معلوماتی که من میگم تجربه، یعنی نمونه این دوست هم اینجا هست، درآمدش خوبه. امکان داره در آمریکا شرکت ثبت کرد. اگر خارجی باشید مخصوصا ایرانی باشید احتمالا نه. خب شرایط ثبت شرکت آمریکا برای ایرانی هم بازه، ولی فکر میکنم 500,000 دلار تا 800,000 دلار باید سرمایه بیاره. و از طریق اون میتونن ویزا بگیرن بیان آمریکا. بله بله بله، ویزای بیزنس. اوکی خیلی خوبه. مبلغش من فکر کردم خیلی بالاتر از اینا باشه. 500 تا 800,000 دلار تا اطلاع ثانم قبلی که من قبلی اگه میدونستم. زیادش نکرده باشم. آره این یکی از راههایی که میتونن ایرانیا بیان، ولی خب اون هزینه دیگه سرسام بره. در کالیفرنیا 3000 تا 4000 دلار کافی نیست اگر یک نفر باشی. اگر بخوای توی یه استودیو زندگی کنی میشه. سطح زندگی معمولی آره میشه، ولی میشه. اگه بخوای یه خونه 2 خوابه بگیری بعد نه. بری رستوران بری تفریحات اینا نه، به جایی نمیرسه. میدونی من چی پیشنهاد میکنم بهشون؟ پیشنهاد من اینه که برن تو سایت های rental.com rent.com apartment.com نگاه کنن. خب حالا کسی که واقعا میخواد وارد آمریکا بشه این کارا رو بکنه دیگه. بره توی سایتی به اسم rent.com دنبال خونه مثلا 1 خوابه، یا اگه بچه داره 2 خوابه بگرده توی شهر لس آنجلس. خب قیمت هم باز متغیر جا به جا داره دیگه. باز درست. من بهتون قول میدم کمترین قیمت با یک جای متناسب برای ما ایرانی ها کمش 2000 دلار تو لس آنجلس. من اتفاقا یه ویدیو هم در این مورد گذاشتم که کامل روش سرچ کردن خونه، اجاره کردن خونه قبل از اینکه برسید به آمریکا برید همه چی رو چک کنید خودتون. من بگم خونه اینجا اجارش 2000 دلاره، 1500 2500 خیلی چیز کلیه. میتونید برید توی سایت اندازه خونه ها عکسشون هست، تصاویر 360 درجه داره، میتونید توش قدم بزنید و همه چیز رو ببینید و بدونید که قیمت چیه. شغل هارم که نگار جان اینجا گفت چند تا سایت ما میذاریم تو دسکریپشن، اونجا هم میتونید درآمدا رو ببینید که چقدر میتونید درآمد داشته باشید. یعنی قبل از اقدام به مهاجرت شما میتونید همه هزینه هاتون رو داشته باشید.
به نظرتون اوایل مهاجرت بهترین شهر برای تازه واردها کدام است از لحاظ درآمد و مالیات؟ بازم بستگی داره دنبال چی هستین. اگر دنبال این هستین که موقعیت‌های شغلی بیشتری پیدا بکنید برای کارهای معمولی تر که مثلا احتیاج به تحصیلات نداره، شهرهای شلوغ و بزرگتر بهتره برای مهاجرت. چون حالا مثلا به قول معروف میتونی کش رجیستر وایسی، فروشنده وایسی، چه میدونم همین کارهایی که احتیاج به مدرک نداره. چرا؟ خب تو شهری مثل لس آنجلس مغازه بیشتره، شاپینگ مال بیشتره، حالا به این فروشنده و اینا بیشتر احتیاج دارن دیگه، زیادم احتیاج به مدرک تحصیلی نداره. ولی اگر میخوای تخصصی وارد شی، اون دیگه بستگی داره دیگه کجا استخدامتون میکنن. اگه به عنوان استاد دانشگاه دارین وارد میشین، بعد ببینین کدوم دانشگاه اصلا به شما پذیرش میده، از کجا میتونید دکترا بگیرید، کجا میتونید پستاک اپلای بکنید، دیگه اون خیلی متغیره که کجا وارد بشید. خب یه سوال دیگه نگار جان، تو اگر وارد آمریکا بشی و خب گذراندن این دوره ها تو مراکز فنی حرفه‌ای و مراکزی که گفتیم یه تایمی هم میبره. برای کسی که وارد شده و میخواد بلافاصله شغل داشته باشه چه کاری میشه کرد؟ کسانی که تخصصی از آمریکا ندارن، یعنی هیچ مدرکی از آمریکا ندارن، برای این طیف هم کار هست؟ همیشه بالاخره کسی چی میگن بدون چاره نمیمونه. حالا به قول معروف اوبر را انجام بده، زندگی راحت رو نمیگذرونه. مسلما میتونه با اوبر فقط یه بخور و بخوابی باشه و با کسی خونه مثلا شیر بکنه، اتاق از یه جایی اجاره بکنه، ماهی نهایت دیگه حالا $1000 بده مثلا برای اتاقش توی یه شهر بزرگی مثل لس آنجلس یا نیویورک. چون اگر کسی میخواد اوبر کار بکنه باید جای شلوغ کار کنه دیگه، وگرنه یه شهر کوچیک که حالا انقدرم اوبر استفاده نمیشه، همه ماشین دارن و جاهام که ترافیک نیست و اینا. این یک کارش بود. در حینش بتونه تحصیلم بکنه دیگه، راننده باشه، چه میدونم کارهای معمولی. خیلی کاستمر حالا کار، سرویس. آره کار آر نیست، میتونه اصلا رستوران کار پیدا کنه، به قول معروف ظرفشویی انجام بده. میدونی چی میگم؟ بالاخره باید جا بیفته دیگه. حالا بگه من مدرک دارم و من لیاقتم و نمیدونم سطح هم از این چیزا بالاتره، خب اون وقتی که یک وقت به اینجا نمیرسی دیگه. باید به این نگاه بکنی که شما داری وارد یک کشور جدید میشی، باید به خودت به عنوان یک تازه وارد نگاه بکنی، از صفر شروع بکنی دیگه. اوکی. این هزینه الان 2 برابر شده، $1000 نیستش، 500 تا 800 دیگه. نمیدونم چی رو دارید میگید، هزینه چی رو دارید صحبت میکنید در موردش؟ فکر میکنم هزینه ثبت شرکت رو میگه ثبت توی شرکت، آمریکا. احتماله. اگه 500 2 تا برابر 800 شده 500 تا 800 یعنی بالای $1,000,000 که خود آمریکایی هم نداره. انقدر پول نمیدن ولی یه داستانی هست که شاید براتون جالب باشه. آمریکایی اینجا مثلا میبینید طرف خونه $1,500,000 داره، $2,000,000 داره. من بهتون بگم که نداره، چون $1,500,000 این $150,000 ممکنه بابت این خونه داده باشه، بقیهش قسط باشه. اینکه کم پیدا میشه آمریکایی‌ها که خونهشون پیاف باشه اصطلاحاً، یعنی مال خودشون باشه، قسط نداشته باشن. اینا $1,000,000 مثلا پول زیادیه. نمیدونم کسی داشته باشه بتونه شرکت ثبت کنه بیاد. هستن البته البته. کسایی که خونه $1,000,000 میخرن، بانک باید حتما نگاه کنه ببینه میتونن ماهیانش رو قسطشو پرداخت بدن. بکنن، چون قسط ماهیانه یه خونه $1,000,000 بالای $10,000 نیست. با این ریت سودها $8,000-9,000 باید ماهیانه پرداخت. $8,000 حالا هزینه‌های جانبی داره، برق و آب و راحت $10,000 ماهیانه بابت بالاتر از خونه ده. باید هزینه کن. اون $150,000 اولش هم که پول 10-15% میگیرن که پیش پرداخت دپازیتش رو دیگه. از من پرسیدن اگه خودتون به گذشته برگردید کدوم ایالت رو انتخاب میکردید از همه لحاظ؟ من برای شما قطعا فکر کنم همین همون کالیفرنیا رو انتخاب کالیفرنیا. میکردم، به خاطر اینکه خب اینجا زمین کاری من هست. یکی این، یکی دیگه خیلی ایالت زنده، آب و هواش خوبه، به همه چی دسترسی داریم. من کمپینگ دوست دارم، اینجا هر فاصله میتونی بری کمپینگ کنی و کارهای زیاد. من اینجا رو انتخاب میکردم. به اتفاقا هم ورودم از شیکاگو بود، 1 ماه بیشتر نتونستم تو شیکاگو بمونم. تو چی نگار جان؟ اگر حق انتخاب داشته باشی بدون توجه به هزینه ها کجا رو انتخاب میکنی؟
من ایالت کالیفرنیا رو دوست دارم، حالا شهر لس آنجلس دوست دارم، ولی خب واقعیتش واشنگتن هم ایالت خیلی خوبی هست و زیباست، طبیعتش واقعا زیباست و اینکه ناراضی نیستم اونجا. برگردیم به وضعیت هنرمندان و نقاشان و کسایی که کارهای استراک استراکت، من یه ذره گوشی دوره، از گوشی دارم میبینم کامنت ابسترکت، فکر کنم نوشه ابسترکت. احتمالاً انجام میدهند چطور است؟ اینو فکر کنم شما خوب بتونین جواب بدین. حتی شما به عنوان ویزای هنرمندی اومدید دیگه. اگه کسی هنرمند باشه باز بستگی به این داره که جوایز بین‌المللی و چه می‌دونم مدارک بین‌المللی داشته باشه، شاید بتونه از اون طریق وارد بشه. ببین گرفتن ویزا و ورودش خیلی سخته، اینجا هم برای کارهای هنری رقابت سخته. واقعیت اینه یه ذره سخته که وارد شدید. وضعیت هنرمندان و نقاشانی که جا افتادن خیلی عالیه، یعنی بهتون بگم که هم درآمد فوق‌العاده دارن، هم به خاطر این قانون‌هایی که هست. مثلا ما شاید بعضی جا ناراحت میشیم میبینیم که کپی رایت نمیتونی استفاده کنی اینا. هنرمند اینجا از همین کپی رایت هایی که یه اثر میسازه، یه قطعه موسیقی میسازه، میذاره توی سایت، هر کی استفاده کرد تا اون اثر هست و تا ایشون زنده هستن و حتی ورثه‌شون از اون پول میتونن استفاده کنن. هر بار که کسی استفاده کنه یه پولی دریافت میکنه. وضعیت هنرمندان خیلی خوبه. جایی که من هستم کالیفرنیا رو دارم میگم. مثلا حتی شرکت‌های سینمایی مثل پاراماونت یا حالا همون دیزنی و اینا، اگه انیمیشن ساز خیلی خوبی باشی فکر کنم خیلی درآمد خوبی بگیری، چون دائم اینا انیمیشن میسازن دیگه. و دائما هایرینگ یعنی استخدام دارن. همین سایت ایندید اگه شما برید حتما آگهی استخدامش رو میبینید. با این توضیح که خیلی از اینا حتی ازتون مدرک تحصیلی هم نمیخوان، یه چیز عجیبیه. حتی من گوگل رو دیدم، مایکروسافت رو، اپل رو، توی اون ریکوایرمنت تو چیزهایی که میخواد ازتون یعنی سابقه میخواد، سابقه کار میخواد. خیلی جا اصلا ممکنه مدرک زیاد براشون مهم نباشه. مثلا تو انیمیشن سازی اگر سابقه خوبی داشته باشید، اگر جوایز بین المللی خوب داشته باشید، نمونه کار خوب داشته باشید، دیگه دنبال این نیستن که شما چی خوندی، استخدام میکنن معمولا. حالا دیگه فکر می‌کنم کل کسانی که هنرمندن باید نمونه کار داشته باشن، نمونه کارهای قوی. کارت های بانکی سوئد در آمریکا کار میکنه؟ بله، ویزا اگه باشه آره دیگه، ویزا کارت و مستر کارت همه آره جای همه دنیا جا کار کار میکنه. میکنه، ربطی به کشور نداره به قول شما. همه جا آره غیر از ایران. آره، ویزا کارت من توی ترکیه هم حتی کار میکنه. آره. بعد یه سوال، زبان سوئدی فول انگلیسی صفر چه کنم؟ زبان سوئدی میگه فول، فول انگلیسی انگلیسی صفر. صفره فکر کنم. آره آره. خب زبان سوئدی رو صفر کنین، انگلیسی رو فول کنین، نمیشه. یه ذره سخته. ببینی وقتی وارد یه جایی میشه باید با آمادگی وارد شی. واقعیتش ما میگیم زبان مهمه، میتونی اینجا زندگیت بگذره، ولی زبانت بهتر باشه موقعیت‌های بیشتری میتونه به ببین دست من بیاره. یه چیزی رو میتونم بگم، اینکه یک شخصی پول داره و میخواد یه بیزینسی رو راه بندازه، تمام اون موفقیت اون شخص وابسته به اون سرمایه‌ای هست که پولی میذاره توی کارش. مثلا میخواد پیتزا باز کنه، مغازه پیتزا فروشی، انقدر پول میذاره اون تو که بتونه هم همه چیش رو تهیه کنه، مغازش رو تهیه کنه و تبلیغات انجام بده. من نوعی که پول ندارم، سرمایه زیادی ندارم برای شروع، سرمایه من چیه برای کشور خارجی؟ یکی مدرک معتبره که حالا باید انقدر وقتی رو بذارم روش، یه مقداری هزینه کنم دیگه. حالا نه اون هزینه های میلیونی که اون شخص میخواد بیزینس راه بندازه، هزینه های حالا مثلا در حد $5000، $10000، $1000، $500، برم مدرکمو بگیرم. و یه هزینه دیگه هم که باید زحمت بکشم زبانه دیگه، زبان خوندن و مدرکه. حالا اینا انقدر سخت نیست، برای همه مهیا هست دیگه. اصلا اگر تو محیط قرار بگیری دیگه مجبوری و راه میفتی دیگه. بله، این در واقع میشه سرمایه ما، البته مدرک و نه زبان. در محیط لس آنجلس که اینجا فارسیت بهتر میشه. و خدایش من اون موقعی که لس آنجلس بودم زیاد با ایرانی ها در ارتباط نبودم اونقدر هم. حالا اگه تو منطقه ولی باشی و وست وود دیگه اکثرا ایرانی هن و حتی وستوود که جایی. اصلا آره دیگه مغازه تابلوها هاشم همه تابلوهاش بالاش نوشته بستنیه، نمیدونم چی
کافه اکبر مشتی فلان، اکبر بستنی اکبر مشتی، مشتی. اکبر داروخونه هم جوجه، نوشته قشنگ داروخونه، همه داروخونه. چی فارسی. آره اونجا یکی دو باری اومده بود. میشه با ثبت شرکت و گرفتن ویزای بیزینس در مراحل بعدی گرین کارت بگیریم؟ بله، اگه بتونین 5 سال بمونین 5 سال بمونین و یه تعدادی رو باید اونجا استخدام بکنین توی آمریکا و بیمهشون بکنین و اینکه خودتون هم باید مالیات پرداخت کنین به مدت 5 سال. یعنی 5 سال شما بیزینستون سر پا بمونه، چند نفر استخدام کرده باشین و بیمهشون کرده باشین و به قول معروف بیزنس واقعی باشه، بعد 5 سال چک بکنن که تمام مالیات هاتون هم پرداخت شده باشه، گرین کارت میگیرین و سیتیزن میشین. با من شهروندی آلمان رو دارم، آیا این برای گرفتن ویزا مزیت حساب میشه و پروسه راحت تر میشه؟ 100%. بله. بعد سوال بعدی رو خودتون بپرسید. آخرین سوال نوشته که از نگار جان سوال کنید. سوشال پداگوگ به هندلینگ به هندلینگ. آها، فکر میکنم منظورشون همین elder care باشه و یا اینکه تدریس باشه، تدریس مثلا رشته‌های مثل سوشال. فکر میکنم ما این گزینه رو عنوان نکردیم که اینجا پرستار سالمند، گزینه های پرستار سالمند هم فکر میکنم گزینه خوبی باشه برای اون شخصی که پرسیده بودن اگر میایم اونجا مدرک میگیریم چه کاری میتونیم در کنارش بکنیم. اگر جایی باشید مثل کالیفرنیا که ایرانی‌هاش زیاده، لس آنجلس، سان فرانسیسکو، خانواده‌های ایرانی هستن که خب پدر و مادرشون رو آوردن و دنبال پرستار سالمند میگردن. حالا اون پرستار سالمند هم لازم نیست همچین مدرک پرستاری داشته باشه، یه دوره باید بگذرونه، دوره 6 ماه رو بگذرونه، 3 ماه رو بگذرونه، میتونه پرستار سالمند بشه و خب درآمد داره دیگه، میتونه بره از اون خانم یا آقای سالمند نگهداری کنه. بعضیا حتی هستن شبانه روز هم احتیاجتون ندارن، میتونین 4-5 ساعت 5-6 ساعت برین کارهای خونهشون رو انجام بدین، داروهاشون رو بگیرید و بهش میگن پرستار سالمند. آره خیلی شغل پردرآمد. ایرانی هم خیلی فعالن، چون خیلی از ایرانی که اینجا هستن پدر مادرشون به قول شما سالمندن، دنبال پرستار میگردن. میرید پیششون، خریداش رو انجام میدید و یه سری کارهای اینطوری و از دولت حقوق میگیرید. این حقوقی هم که به شما پرداخت میشه از طرف دولته. حتی یه سری از افراد میتونن برای نگهداری از پدر و مادر سالمند خودشون هم پول دریافت کنن از دولت. این گزینه هم اینجا هست. این گزینه هم این وسط بگیم که سایت های مثل دوردش که غذا دلیور میکنن یا همون اوبر ایتس یا اینستاکارت، اینا رو اسمشون رو شنیدین دیگه. اینستاکارت چی هست؟ اینستاکارت یه اپلیکیشنی هست که شما میتونید ازش برین گروسری شاپینگ بکنین، یعنی به جای اینکه برین داخل مغازه خرید مواد غذایی بکنین، از اینستاکارت میاین و خرید میکنین، پرداخت میکنین و اون اینستاکارت شاپر، یعنی کسی که میره خرید میکنه، این درخواست رو از اپلیکیشن میگیره، اونجا ثبت نام میکنه، میره خریدای شما رو میکنه، میاره دم در خونهتون تحویل میده. خب اینم شد یه کار دیگه. و دوردش هم از رستوران ها غذا میگیره، اوبر ایتس هم همینطور. شما غذا از رستوران سفارش میدی آنلاین. تو ایران هم هست دیگه، اسنپ فود فکر میکنم. آره اونم یه اسنپ. شغل جانبی هست که میتونین انجام بدین. یه حسنی که داره، شما تایمتون دست خودتونه. اگه میخواید یه کاری یاد بگیرید، یه درسی بخونید، اینا بهترین کاره که بتونید در کنارش به تحصیلتون هم برسید. با این توضیح که این کارا رو در بعد ورود میتونید انجام بدید وقتی که هوایی‌نامه رانندگیتون رو دریافت کردید. ولی کار اوبر و لیفت که برای مسافره، حتما باید 1 سال از تاریخ گواهینامه‌تون گذشته باشه تو آمریکا. اینه که در بعد ورود امکانش نیست، ولی کارهای دلیوری رو میتونید انجام بدید. حتی شرکت آمازون هم استخدام راننده داره، چون بسته های پستی مثل یه شهر بزرگی مثل لس آنجلس یا نیویورک، آمازون یک گزینه داره به اسم same day delivery، یعنی همون روز که خرید میکنی از آمازون، همون روز هم برات دلیورش میکنن. اون شغلی هست که میتونن به عنوان راننده آمازون استخدام بشه. من یه سوال برای خودم هست نگار جان. این مهاجران، چون میبینی که مهاجران غیرقانونی الان زیاد شده، خیلی هاشون هم اجازه کار ندارن. فکر میکنی اینا چطور میتونن کار پیدا کنن؟ یعنی خیلیشون دارن کار میکنن ولی
یه مهاجر غیرقانونی اینجا چطور کار پیدا میکنه؟ واقعا من اطلاعی نمیدونستم. داری؟ نداری. نمیدونستم اینجا کار میکنم. به خب صورت اگه کار غیرقانونی کار میکنم، میکنن دیگه، کار سیاه بهش میگن. به صورت غیرقانونی کار میکنن چون اجازه کار ندارن تا 6 ماه که وارد شدن. حالا اگه پرونده‌ای دارن پروندهشون بررسی بشه. فکر میکنم اون کسانی که اینا رو استخدام میکنن حالا ریسک میکنن، آشناشونه، یکم اصلا هم ریسکه. آشنان باهاشون. آره. آره، مخصوصا ایرانی‌ها که اینجا همدیگه رو میشناسن این کارا رو انجام میدن. من فکر کنم اگه اداره مهاجرت این چیز رو بفهمه، نه تنها اون شخصی دیپورت میشه، اون کسی که کارفرما هم ممکن اصلا سیتیزنشیپش از دست بده و دیپورت بله بشه. بله بله این هست. بعد این برنامه بله سیو میشه، تو گالری خواهد بود. فیکا با آمریکایی چی میشه؟ والا این گزینه‌ای که تو سوئد فیکا دارن تو آمریکا انقدر معتبر نیست. این فیکا مخصوص سوئدیاست، چون قهوه زیاد میخورن، به زمان قهوه خوردنشون میگن فیکا تایم. یعنی میریم قهوه بخوریم دیگه. حالا اینجا هم قهوه خوردن میشه. بعد مدرک پرستاری آلمان تو آمریکا مورد قبول هست یا نه؟ مدرک پرستاری آلمان تو آمریکا مورد قبول هست؟ واقعا اینو نمیدونم، مثلا از پرستاری سرش من ندارم. یه توضیح بدم. شما هر مدرکی داشته باشید معمولا از اروپا و سوئد و جای دیگه قبول میکنن. اگر نکردن کار سختی نیست، یعنی معادل کردنش نهایتا میبینید که میگن آقا یه دوره کوتاه بگذرون تا اوکی بشه. یعنی با گذراندن یه دوره میتونید این رو در واقع معتبرش کنید اگر قبول نکردن. صد. بعد صحبت در واقع در مورد همه چی توضیحاتی دادیم، در مورد کورس های آنلاین و سایت های آنلاین که میگم لینک هاشون قرار میگیره تو دیسکریپشن ویدیو. و من دیگه مورد خاصی نیست. چیز خاصی به نظرت میاد اضافه کنیم نگار جان؟ فکر میکنم یکی نوشته یه چیز دیگه. تا شما اون رو نگاه کنیم من به نوت هایی که برداشتم نگاه کنم ببینم چی نوشتم. چه جالب، برای نگهداری والدین پیر به شما پرداختی میدن. تکریم واقعی والدین، نه اینکه تو ایران یک سری کارهای چیپ و اینا. و منظورشون اینه که اینجا آره اینجا خوشبختانه البته دولت هم این کار رو انجام میده. 2 هدف داره. یکی اینکه خب این سالمندان به قول شما تکریم میشن، تو خونه خودشون زندگی میکنن. مورد دوم اینه که اگه پولی که میبینید به اینا پرداخت میشه، هم به خودشون پرداخت میشه هم به کسی که اینا رو نگهداری میکنه. دلیلش هم واضحه، اگر شما اینا رو بذارید تو خانه سالمندان هزینهش برای دولت به مراتب بیشتره. ترجیح میدیم پول رو به شما بده که شما نگهداری کنید. هم برای دولت خوبه، هم برای سالمند، هم برای شما. بعد موردی هست نگار جان؟ یه گزینه ای بود که میخواستم بگم برای مصاحبه خیلی خوبه که قبلش آماده بکنن خودشون رو، یه مقدار گوگل کنن یا به قول شما از هوش مصنوعی چت جی پی تی سوال بکنن، ببینن چه سوالایی معمولا اینجا پرسیده میشه. سوالایی که بعضی وقتا میبینی بعضی از کارفرماهای سوالای خیلی پیچیده میپرسن، حتی مثلا روانشناسی و هوش هم میپرسن. بنابراین خیلی آماده باشین، ببینین چه سوالهایی هست و برای جواب دادنش هم باید خوب انگلیسیتون خوب باشه دیگه. این از این. یه گزینه دیگه هم که میتونن در نظر بگیرن برای اینکه رزومهشون رو بسازن، کارهای داوطلبانه است. اگر داخل آمریکا هستن یا اگه یه کشور دیگه، حالا اروپایی یا ترکیه یا دبی هستن، کارهای داوطلبانه انجام بدن، یه مقدار رزومهشون رو میسازه از شرکت‌های معتبر. یه گزینه دیگه هم اینه که دبی دانشگاه‌های آمریکایی هم داره، مدرک آمریکایی هم میده. اگه کسی خواهد حضوری بره میتونه اون کار رو از دبی هم انجام بده که آمریکا فکر براش کنم ولی هزینه‌اش بالا باشه توی دبی، درسته؟ 100%. ولی خب ویزا گرفتنش مطمئن تر میگه. گواهینامه سوئد در آمریکا، منظورتون گواهینامه رانندگیه؟ گواهینامه سوئد در آمریکا فکر نمی‌کنم، باید اینجا امتحان گواهینامه بدم. گرفتن گواهینامه رانندگی اینجا کار سختی نیست. این توضیح هم بدم، حتی ایالت به ایالت، شما اگر یه ایالتی هستید ایالتتون رو عوض کنید، مثلا بیاید کالیفرنیا، ممکن حتی بعد 1 سال مجبور شید که گواهینامه کالیفرنیا رو دریافت کنید. آخه میدونی که گواهینامه اینجا به عنوان آیدی کارت هم به حساب میاد دیگه. بله، شما با گواهینامه میتونید سوار هواپیما بشید، بین ایالت ها برید. خیلی جا کارت شناسایی شماست در واقع. و
برای تازه وارد کدام ایالت رو پیشنهاد میکنید؟ آقای امیر چشم، با این شدت و حدتی که شما پرسیدید چشم. برای تازه واردها نظرت چیه نگار جان؟ خب یه مقدار دیدمون رو بازتر کنیم دیگه. همه نخواهیم بریم مثلا لس آنجلس یا نیویورک. بستگی داره که شرایط کاریمون کجا بهتر باشه. اگه میخوایم دنبال کارهایی بگردیم مثل کارهایی که بدون مدرکه، کارهایی که تازه واردیه، خب شهرهای شلوغ‌تر برای مهاجرا راحت تره. ولی اگه با تخصص و مدرک میخوایم وارد چیمون، دیگه خیلی بستگی داره که کدوم دانشگاه و کدوم مؤسسه حرفه‌ای و به قول معروف آژانس‌های فدرال میخوان شما رو استخدام کنن. یه موقع میبینی افتادین تگزاس، یه موقع میبینی آلاباما، یه موقع میبینی اصلا رفتین آریزونا. این متفاوته. و یه گزینه هم در نظر داشته باشید، اگر کسی رو تو آمریکا دارید و بهش نزدیکید و میتونه به شما کمک کنه، شهر اون رو انتخاب کنید، چون خیلی جلو میافتید. اگه وارد میخوایم بشین هزینه خونه ندین، اگه یه مدتی با اونا بمونین، خب بهتره. مرسی نگار جان، ممنون که وقتت رو گذاشتی تو این مرسی از شما. برنامه. خیلی اطلاعات خوبی به ما دادی. دوستان هم اگر سوالی داشتن همچنان میتونن توی کامنت ها بنویسن. من از نگار خواهش میکنم که چک کنه، اگر جوابی بود تو کامنت ها به شما دوستان بده. در مورد شغل راننده کامیون اطلاعاتی دارید؟ یه گفتگوی مفصل در مورد شغل راننده کامیون تو همین کانال گذاشتیم که مربوط به اشکان که با $200 اومده بود آمریکا. گفتم تو بحثامونم که الان کمپانی خودش رو داره و کامل توضیحات رو در مورد شغل رانندگی کامیون داده. میتونید اون ویدیو رو ببینید. هیستون خوبه برای تازه وارد، کسی رو هم نداره. آقای امیر تا جواب نگیره کدوم شهر باید بره، با جوابش رو بگیره. امیر جان ببین، خیلی منحصر به فرده، سخته مثلا من بگم برو هیستون، نرو هیستون. کاملا منحصر به فرده، شرط خودتون رو باید ببینید. ببین شغل حالا مثل کجا اینه که راحت تر میتونید بپرسن پیدا کنید. اصفهان بهتره برم یا یا مثلا شمال برم یا شیراز مثلا بهتره یا بندر شمال عباس بهتره. برم. ببین مثلا چی دوست داری؟ بندر عباس میخوای بری ببین گرما دوست داری کنار بندری؟ شمال میخوای بری ببین دریا دوست داری؟ تهران میخوای بری ببین دسترسیت به همه شرکت ها بیشتره؟ خب آمریکا هم همینه دیگه، بستگی داره که چی میخوای. ممنون نگار جان، مرسی که با ما بودی و مرسی از اجازه شما. بدید که این لایو رو تموم کنیم. سپاس از شما. خیلی ممنون. اگرم خواستن چیزای دیگه راجع به زندگی آمریکا ببینن، تو کانال خودم ویدیو زیاد کانال گذاشتم. نگار رو هم من پین میکنم تو کامنت ها پایین. مطالب خیلی خوبی دارن، از یه زاویه دیگه به مطالب نگاه کردن که من توصیه میکنم حتما کانال ایشون رو هم ببینید. مرسی. ممنون.